ابر پروژه، یکی گاپ هست یعنی GAP، یکی داپ هست DAP. این دو ابر پروژه رو ترکیه داره ادامه میده. داپ تأثیر خواهد گذاشت بر آورد رودخانه ارز، قطعاً نه فوراً، اما اون دشت مغول و اون منطقه رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. پروژه دیگری داره ترکیه که خیلی پروژه عظیمی است، سد ایلیسو، اینا حتما شنیده دربارش آتاتورک. بله. اون پروژه به شدت آورد دجله و فرات رو تحت تاثیر قرار میده. در عمل ترکیه رو میکنه میراب منطقه. ما میدونیم که اردوغان و اینها خیلی افکاری اینا دارن که افکار نو عثمانی دارن و دوباره میخوان مسلط بشن بر اون منطقه. متاسفانه شرایط طبیعی به گونه‌ای است که عملاً اون مبدأ و اون سرچشمه این رودخانه‌ها در ترکیه هست و خب وقتی شما آب رو مسدود میکنید درون کشور خودتون، اون دبی یا اون جریان آب ورودی گذرنده رو خب به شدت کاهش میده. امروز دجله و فرات به شدت آسیب دیدن. یکی از دلایلی که سوریه دچار بحران خشکسالی و بعد از اون جنگ داخلی شد همین کاهش آورد دجله و فرات بود. چطوری در ایران تأثیر میگذاره؟ بخشی از اون زیرشاخه‌ها که کرخه و سیروان هست تأثیر خواهد گرفت. شما اگر میزان ارتفاع آب رو در دجله و فرات در سال‌های اخیر ببینید، تأثیر پروژه‌های مخرب ترکیه رو می‌بینید. اما من همیشه این سوال رو از خودم میپرسم: جمهوری اسلامی که نتوانسته مانع در واقع نفرستادن آب یا ندادن حقا به ایرمن بشه، اون هم به کشوری مثل افغانستان که طالبان یک حکومت نیمبنده، وقتی جلوی اون رو نتونسته بگیره، چگونه میخواد فردا روزی در مقابل ترکیه که عضو ناتو هست و ما میدونیم که چه شرایطی داره و چه قدرتی داره در منطقه بایسته؟